خب من امروز بعد از مدت‌ها بعد از سر کار تصمیم گرفتم که توی آشپزخونه خودم برای خودم یه غذای خوشمزه بزنم. چون من همیشه توی سر کاریم توی همون پیتزایی یه غذای سری میزنم و میارم خانم میخورم. خب دیگه خیلی بریم عادی شده بود و رفتم بعدش برای خرید تاکوس که بیایم با هم دیگه یک تاکوس بزنیم. ولی خب نان تاکوس نبود متاسفانه و من مجبور شدم نان ساندویچ ها رو بخرم و این نان ساندویچ ها بزرگ بودن و حالت نمیگرفت به خاطر من به خاطر این من دیگه همون خلول دندانا رو کردم تویش و کار در آوردم. حالا نتیجه کارم خواهید دید، خیلی زیبا شده. ادامه کارم اینجوری پیش بردیم که دیگه پیاز و هویج رنده کردم و انداختم کف دیگ تا سرخ کنیم. و تاکوس خودش تند هست و من خودم مزه تند خیلی دوست دارم، به خاطر همون یک دانه پپرونی رو گرفتیم دیگه ریز ریز کردیم انداختیم داخل دیگ. این نانا رو هم الان نگاه کنید، خیلی واقعا زیبا شدن، خیلی حالت قشنگی هم گرفتن. الو اوکی داری میای؟ باش خداحافظی. واقعا چیز جالبی بود حالتشان. دیگه سوسر هم داشتیم آماده میکردم کم کم که بندازم کف دیگ و اینا. ولی خب من این سس آماده کردم و از جایی که پنیر اومد توی غذا نتونستم متاسفانه ویدیو بگیرم. ولی خب خیلی ساده، تو همون شما همون سوسر که آماده کردید یک پنیری بریزید و هم بزنید که دیگه کار در آورده باشیم همگی با هم. اینجا هم که میبینید نانا چقدر خوشحالت شدن، انقدر خوب بودن که میتونید این قشنگ اینجوری بذاری روی کف سطح صافی که اینجوری قشنگ میتونستن وایسن. آره اومدی، باش خداحافظ. واقعا چیز خوشمزه و جالبی بود، امتحان کنید حتما و تا ویدیویی بعد خدا نگهدار.